من موندم چجوری این همه دختر رو مخ میزنی؟ با چی مخ میزنی؟ خراب بشه اون سایدینی ها. تو چرا آدم نمیشی مرتی لاشی تیز؟ چون هبله. عزیزم میخوای بدونی ما الان واقعا داریم کجا میریم؟ کجا میریم؟ فکر میکنی کجاه؟ جونم بگو. بریا بگو. دیگه آخر خطته. بگو جونم بگو. دیگه آخر خطته دیگه تمومه. چی میخوای؟ ما داریم میریم محضر عزیزم. چی؟ محضر. چیزی میخوای به نام بزنی؟ هانی. چی؟ من تو. دوستان عزیز سلام عرض شد. امیر ویکتور هستم. به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدید. دوستان خندم از این گرفته که سنا داره میاد. گفتم قبل از تماشای ویدیو کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید که نوتیفیکیشن بیاد برای ویدیو بعدی 48 ساعت بعد. از این به بعد ساعت 9 شب. بچه‌ها به این نکته توجه کنید. از این به بعد ساعت 9 شب ویدیو میاد رو کانال، چون بهترین ساعتی که شما مولا از سر کار و دانشگاه و مدرسه و نمیدونم محیطی که توش فعال هستید برسید خونه تو گوشی باشید، چون ساعت 6 بعد از ظهر خیلی انتقاد کرده بودن که آقا بیرونیم نمیتونیم ویدیو رو ببینیم و همون لحظه و اینا. گفتم از این بعد ساعت 9 شب به وقت ایران هر 48 ساعت یه بار ویدیو آپلود میشه روی کانال یوتیوب امیر ویکتور. سابسکرایب رو بزنید، زنگوله هم بزنید که نوتیفیکیشن بیاد برای ویدیوهای بعدی. ببینید حتما. آیدی اینستاگرام بنده پایین این صفحه همین الان هست، همین الان اومد. پیج اصلی اینستاگرام هم فعلا بسته است. این پیج دستمه. خیلی دوستتون دارم، عاشق عاشقتونم. الان داره میاد. گفتم آخ آخ اومد، واقعا اومد. برفست خدایی دلتون برای من نمیسوزه. سلام. چطوری؟ خوبی؟ آمادگی هر بلایی که بگی سرم بیاری رو دارم. خیلی خوبه دیگه انبرده است باشه، آجرم الان فرو کنی داخل من حالا ببینمش. کیو؟ آیفون تو 14 قشنگتو که تازه گرفتی. بابا یه چیزی بذار بگم. یه آیفون 14 داد تموم شد رفت دیگه. بعد یه آیفون 14 بود تموم شد. بعد کی سگ پیتبول بود؟ پیتبول یه دوست دختر دیگه هم بود میگفتن، یعنی اون نه اونی که قبلیه رو میگفتن. کدوم قبلی؟ چند سال باش بودن. آره گفتم اون یعنی سگ پیتبول بود اون اصلا. یعنی من قبلی نیستم. نه پس من کدومم؟ تو کوتاه مدت بودی. اون من کوتاه مدت نه تو بلند مدت میشدی، ولی اون خب چند سال بود. اون پیتبول بود دیگه که 14 هم کادو گرفتی. تو پیتبول نیستی. تو به عنوان یه دختر تا حالا از هیچ پسری گوشی نگرفتم. نه دیگه حالا گرفتم پیچوندم تموم شد رفت دیگه. ببین انسان جایز الخطاست واقعا. امروز منو ببخش. آره ببارم به خدا. خب ببین عزیزم، حالا که میگی انسان جایز الخطاست قراره یه جای خیلی خوب بریم. دوباره؟ بله. کجا؟ باید لوکیشن بزنم عزیزم. یا حسین دوباره داستان نکن. اون سری این کارو کردی باعث شدی که پسر رو عرشی آوردی. فقط طبق این لوکیشن. ببین به خاطر خودت بود. اون سری پسر رو آوردی بود. پسر اون گفتم از من شما طبق این لوکیشن عزیزم پیش برو بریم یه جای خیلی خوب و قراره بریم این جای. کجاست مقصد کجاست؟ شهرک عزیزم. داری میبینی که شهرکه. خب بگو ببینم. چه بده این داستان داره بگو من الان نیام. قراره بریم یه جای خیلی خوب. خب دوباره الان حرکت اشتباهی نکنی. اینجا خیلی جای قشنگ‌تر و بهتر از جایی که تا حالا رفته بودیم. خب خداش. پیتبول عزیزم. پیتبال نه پیتبول هر چی. چرا نمیخواد اینا رو به من توضیح بدی؟ بریم اون چه خبره؟ تو چرا آدم نمیشی؟ چرا؟ تو چرا آدم نمیشی؟ چیکار کنم آدم شم؟ یعنی چی کار کنم آدم شم؟ الان بهت میگم بابا تقصیر خودت بود. قشنگ این دفعه دیگه آدم میشی. الان داریم جایی که دیگه خودت بود. اذیت نکن دیگه. تقصیر من بود. تقصیر خودت. الان متوجه میشم چی تقصیر. او برچی پسر رو آوردی. من گفتم دو تا ویدیو رو پسر رو یارو پسرمون بود. نه نفهمیدم بود نبود. این هنوز ثابت نشده. عکس خانوادگیمون رو که دیدی؟ خب نمیدونم شاید دوست خانوادگی باشه. ما دوست خانوادگیمون اونجا نمیریم تو خانواده. واقعا؟ چرا آدم نمیشی؟ دورت بگردم. دارم
با تو حرف میزنم عزیزم. اصلا اشکال نداره آدم نشو. الان میریم اینجا که قشنگ 100% آدم میشه. 100% اونجا آدم میشن. جون من زدن و این داستانا نباشه. اصلا قرار نیست یه ناخون رو تو بیفته عزیزم. خراش کوچیکم بود قرار نیست. الان جبرانیه یا داستان به نفعمونه به ضررمونه؟ به نفعمونه. دوباره کات میشه ها. سنا من دارم بهت میگم. الکی 2 هفته فاصله افتاده بود بینمون. چند روز بود؟ ساعت چه نگاه کنم. خسخول شدم. پس نمیخوای آدم شی؟ چرا؟ قراره یه جوری آدمت کنم که تو تاریخ کسی اینجوری آدمت نکرده باشه. کجا قراره بریم الان؟ جای خیلی خوبه. شما فعلا من آمادگیشو داشته من میخوام نصف بیشتر راهو رفته باشی که آره نتونی فرار کنی از این. الان دور بزنم علمتو ببرم برم. میگم چرا آدم نمیشی؟ میشم دیگه. شدم دیگه. چرا این همه این دخترا رو میشه بگی از کجا پیدا میکنی میاری؟ نمیدونم از کجا اینا رو برمی‌داری میاری؟ چه جوری بلندشون میکنی میاری؟ چرا داری میخندی؟ دیگه حالا دیگه این خندات قراره به پایان برسه. پایان تلخ؟ اتفاقا خیلی شیرینه. پایان تلخ واسه دختر. سر دلم برای ته شده بود قرار. آخه خدا. آقا یه تاری بوتون من اینا نمیدم. نه کلیپه به خدا کلیپه. آره 14 هم داد رفت دیگه. تموم شد. دختر خوبی هم بود ولی تموم شد رفت دیگه. حالا بابا شما که کادوتو گرفتیم ما هم که هاپو کردی رفت. نه فوتبال اون آره. پیتبول قبلی بود. نه تو دختر خیلی خوشگلی هستی. خیلی هم آرومی. چه ربطی داره؟ یعنی اینکه اون سگ قبلیه من خیلی مهربونم. چی؟ اون قبلیه سگ بود. تو خودت نگاه کن کجا شبیه سگه. کجا واقعا؟ من نمیدونم عزیزم شما به من گفتی سگ. من همچه حرفی به تو نزدم. گفتم دوست دختر قبلی اونی که چند سال باش بودم من با تو کلا 3 ماه بودم هستم. یعنی چقدر شد بودم آجی دفعه اول من با این دفعه انقدر طولانی موندم و بودم. مردم هم تعجب کردن میگن آقا ویکتور چرا هیچی اونقدر نگه نمیداشت. تو چرا اینقدر آدم هستی؟ پس نیستم رزلم. این همه دختر واسه چی داره جمع میکنی که چی بشه؟ حولم. حولی؟ نه بابا شوخی عزیزم دوره حول بودنت داره به پایان میرسه. نه بابا دیپ نه. یعنی من موندم چجوری این همه دختر مخ میزنی؟ با چی مخ میزنی؟ خراب بشه اون سایدینی ها. تو چرا آدم نمیشی مردی لاشی تیز؟ چون حولم. تموم شد دوران طلایی تموم شد دیگه. نه به قرآن الان دوران نقره‌ای هم اتفاقا. من اون دوران طلاییم ببین 20 نفر رو هندل میکردم. مردم شاهدن. مردم میدونن من چه حولی بود چه لاشی بودم. دوران طلاییم بود. الان دوران نقره‌ای هم با تو دوست شدم به خدا. تازه دوران نقره‌ای تا اینجوری چپاراس دختر بلند میکنی. آره دختر نه واقعا دختر نمیخوام. عزیزم میخوای بدونی ما الان واقعا داریم کجا میریم؟ کجا میری؟ فکر میکنی کجاه؟ جون من بگو. بریا بگو. دیگه آخر خطته. بگو جون من بگو. دیگه آخر خطته دیگه تمومه. چی میخوای؟ ما داریم میریم محضر عزیزم. چی؟ محضر. قراره چیزی میخوای به نام بزنی؟ کنیم هانی. چی؟ من تو عقد کنیم الان تو بله. میخندی؟ هماهنگ کردم هانی. با کی هماهنگ کردیم؟ پدر مادر نباید باشن. عزیزم آشنامونه. شوخی میکنی؟ نه. الان نمیریم عقد کنیم؟ تو مگه منو دوست نداشتی؟ مگه نگفتی دیگه این کثافت کاری رو نمیکنی؟ مگه اولا یه دقیقه وایس بچه بازی نی چیزا. دوم شناسنامه میخواد. شناسنامه آوردم. من کارت ملی فقط همراهمه. اشکال نداره. گفتم عزیزم من اونجا آشنا دارم. میشه؟ بله چرا نشه. الان باید بریم عقد کنیم؟ آره دیگه. تو مگه منو دوست نداشتی؟ آشپزی بلد نیستی. کی میگه بلد نیستم؟ بلدی اوکی. همه چی مهمه. الان یهو بریم عقد کنیم. یهو بریم عقد کنیم؟ عزیزم ما 3 ماه داریم همدیگه رو میشناسیم و کامل بابا نکنی این کارو. من این همه سازم. ما کامل همون شناختیم و قراره بریم تا ابد با هم. نه دیگه تو شوخی رو فکر کنم به حد رسوندی. شوخی؟ نه عزیزم کاملا جدی هم. خیلی خوش. الان من دارم این لوکیشن رو میرم عقد کنیم. بله تازه هماهنگم کردم. سنا تو این که من خوب تو رو بهت علاقه دارم حرفی نی ولی این حرکت اشتباهه. الان چیش اشتباهه؟ حالا میرم اونجا نگی ترسید نیومد ولی میام اونجا. ترسید نیومد؟ اولا با شلوارکم. خب چه ربطی به لباست داره؟ بابا من خانواده باید باشه. رسمی داره داستانی داره. عزیزم بعدا خانواده ها رو میارم. الان تو جبران همه این داستان داره. من داریم این محضر خونه.
چه ربطی به جبران همه این داستانا داره؟ از ما هم دیگر رو دوست داریم، مگه دوست نداریم؟ چرا چند وقت الان تو موسه با بله. حتما باید اتفاق بیفته دیگه. حتما باید اتفاق بیفته. اسکولی میگم ننه بابا باید باشن. میگم آشنامونه. آشناتونه همه کردم مامان بابات میدونن الان میخوای با ما عقد کنی؟ معلومه که میدونن. نقشه رو بگو واسه کون من کشیدی دعوتو. کی با کون تو کار داره آخه؟ بالاخره باسن خیلی برو بابا. نقشه. گفتم که اون دوران طلاییت تموم شده. بریم اونجا ببینم داستان چیه که اون مسخره بازیه واقعیه. تو چرا فکر می‌کنی من دارم مسخره بازی؟ من اتفاقا تو جدی ترین حالت ممکنم. الان معلوم میشه. معلوم میشه. این حرکتی که تو داری میکنی قراره تا ابد با هم زندگی کنیم. یعنی واقعا منو انتخاب کردی برای ابد دیگه. معلومه که تو رو انتخاب کردم واسه ابد. الان من این همه لاشی بودم. خب عزیزم من با گذشته فرد مقابل کاری ندارم، من با آینده و حال اون کار دارم. خب من لاشی تیسم بودم خودت گفتی. اشکال نداره عزیزم، دیگه تموم شد لاشی تیسم بودنت. تموم شد. آجی من دارم زن میگیرم. وای این چه حرکتی من نمیفهمم واقعا. یعنی چی که نمیفهمم این چه حرکتیه؟ بابا مگه منو دوست نداشتی؟ چرا؟ خب من میگم یه سال لدن وای میسه. این هم نمیذاشی من به دست بزنم؟ دیگه تموم شد. دستم میخوای بزنی؟ این به بعد چه دستی؟ کارت ملی ما اینجاست. این به بعد داری بیر عقد کنی که دست بزنی. نه فقط به دست بزنی. من اینکه دوران دختربازی تو ساعدینیا رفتن تموم شد، شهرک دور زدن تموم شد، کثافتکاریات با رفیقا تموم شد، کثافتکاریات با دخترها تموم شد، اون کلیپای کثیفت تموم شد. آشپزی هم بلدی دیگه. آره. 5 تا غذا نام ببر که بلدی درست کنی. اینم چی بلدی؟ 5 تا عزیزم تو بگو همه غذا از ایرانی بگیر تا خارجی بگیر. اونو همه رو بلدی؟ دور سرت من چرا تا الان شوهر نه؟ یعنی سنی هم البته نداری. عزیزم. آره دیگه. ولی جیگر رو ببین. دلم خیلی برات تنگ شده بود. از این بعد دیگه قرار نیست از هم دور شیم. الان ساعت قرار پیش هم باشیم. جونم. ما ساعت داری هم داره تمام بزن. خب فردا بریم حداقل. گفتم تا هر موقع که من بگم هستم. این رستوران نریم یه نهار بخوریم. میدونی چیه؟ شیرینیش میریم نهار میخوریم. شیرینیش هم تازه من لباست خوشگله. چقدر نانوازه. ولی امروز چقدر خوشگل شدی. خوشگل بودم همیشه. خوشگلم هستی مهربون. میدونی چقدر واقعا تو قلب من همیشه. قلب فقط تو قلبت بمونم. بریم نهار بخوریم. اول میریم محضر. مثل بابای منو این همه معطل نمی کنیم. بعد میریم هر غلطی که خواستی میکنیم. خب الان فشارم افتاده. نه خب حق بده بهم شوکه شدم. بس فشارت افتاده؟ صبحونه هم نخوردم. میتونی یه آبیوه کوچولو بگیری بخوری. شیرکاکائو. شیرکاکائو میخوام. شیرکاکائو میخوام عزیزم. شیرکاکائو میخوام. آره. فقط زودتر میخوریش بعد میریم. بخورمش بعد بریم. آره. دیگه قرار نیست اصلا از هم دیگه دور بشیم که تو بخوای دلت تنگ بشه. سر باورم نمیشه. باورت نمیشه بعد از این دوران سیاهت بالاخره قراره. واقعا باورم نمیشه. دقیقاً یعنی امروز اصلا کلا هوا فرق داره. اصلا همه چی فرق داره. همه چی قشنگ‌تر شده. سرسبزتره، آسمون خوشگل‌تره. تو که انقدر مهربونی مردم فکر کنن تو عصبی به قرآن. من عصبی نیستم مثلا تو منو عصبی می‌کنی. نه به خدا تو خیلی مهربونی. اصلا کیس ازدواج من بودی از همون اول ولی چی؟ قسمت نمیشد همش بریم و اینا. الان دیگه قسمت شد. راضی خدا باشه. من این قسمت رو به وجود آوردم. میگم که آب و هوا خوراک پیاده روی الان. نه. من الان پیاده روی دوست ندارم. من فقط محضر دوست دارم. بعدش چیکار می‌کنیم؟ یک راست میریم خونه ما. بعد محضر میریم خونه شما. من با شورتم. عزیزم مامان بابای من اصلا مشکلی نداره. ببینم پسر که نیاز به پدر مادر اجازه نداره که نه. من پدرم فوت کرده میدونی که. خدا بیامرز عزیزم ایشون اون دنیا راضیه. مادرتم که منو دوست داره. مگه نه؟ باورت میشه قراره آدم شی؟ بالاخره یه روز بعد آدم میشدی دیگه. نمیشد که تو ابد این کثافتکاری نجس بازی تو در بیاری. باید برم راست. ببینیم داریم نزدیک میشیم. ولی یه شیرکاکائو چیزی پیدا کنیم و یه
کاکائو خوشمزه برام بگیر. مطمئنی فقط شیر کاکائو میخوای؟ یکم بگیر نه پچ پچم بگیر. پس من کیلو کارت بهت بدم؟ کارت دارم. کارت داری؟ برداشت کن. آماده باش. باشه قربونت. بذار کارت بدم. میگم دارم کارت. برو با همون شیر کاکائو ازدواج کن.